وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تفتیه برای قتل سابق مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون متهم کرده است. در اظهارات 10 آگوست نشر نمودش، وزارت شهرام پرصفی 45 ساله را که با نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود طرح ریز این تفتیه نامیده است. ایران این ابنامه را بی اساس و خنده آور عنوان داد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ناصر قنعانی گفت جمهوری اسلامی حق دفاع از حقوق دولت و شهروندان ایران نسبت به هر گونه اقدامها را در چارچوب قانونهای بین المللی محفوظ می‌داند. به قبل وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا پرسفی کوشش کرده است با وعده $300,000 چند فرد را در آمریکا برای کشتار جان بولتون تشویق نماید. دادستانی ها میگویند ظاهرا هدف از این کشتار انتقام قتل رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی بوده است که ماه ینور سال 2020 در بغداد با هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به هلاکت رسیده بود. جان بولتون که در مأموریت پرزیدنت ترامپ مشاور امنیت ملی در قصر سفید بوده است، در اظهارات نوشته است که در این باره حرف زیاد نمی شود گفت، ولی بدون بحث رهبران ایران دروغگوی، تروریست و دشمن ایالات متحده آمریکا می باشند.